وقتی این اتفاق برام افتاد حدود 10 سالم بود. من و 2 از بهترین دوستام با مامان باباهامون واسه تعطیلات رفته بودیم ترکیه. یه شب مامان باباهامون برای شام به رستوران هتل رفتن و من و 2 دوستم هم تصمیم گرفتیم توی اتاق هتل ما بمونیم. اتاق هتل اصلا بد نبود. همه اتاقا امن و خوب بودن. لااقل ما اینجور فکر میکردیم. خلاصه ما بچه ها داشتیم کارتون سیمپسون نگاه میکردیم، مونوپولی بازی میکردیم و کلی خوش میگذروندیم. ولی اتفاقی که اون شب افتاد هنوزم موی تنمو سیخ میکنه. حدود ساعت 1 شب بود. مامان باباهامون دیر کرده بودن. فیل از پنجره بهشون نگاه کرد و گفت اونا هنوزم تو اون رستوران مسخره هستن. گفتم آره، مامان بابا گفته بودن تا ساعت 11 برمیگردن. تیم گفت بچه ها یه نفر داره در میزنه. فیل گفت احتمالاً روم سرویس هتله. میگم نمیشه در رو باز کنیم. اون لحظه خیلی ترسیده بودم. من فقط 10 سال داشتم و دوستامم همش 2-3 سال از من بزرگتر بودن. هممون بچه بودیم، بچه های معصوم و بی‌دفاع توی یه اتاق. تیم که از هممون بزرگتر بود گفت بیخیال بچه ها، فقط روم سرویسه. تا اینکه صدای مرد پشت در اومد. سلام، میشه در رو باز کنید؟ هممون خیلی ترسیده بودیم. بعد از چند دقیقه سکوت اون مرد با صدای بلندی گفت در رو باز کنید. من شروع کردم به گریه چون دیگه میدونستم اونی که پشت دره روم سرویس نیست، چون اگه واقعا روم سرویس بود باید ترکیه‌ای حرف میزد. خیلی ترسیده بودیم. ناگهان صدای کشیده شدن کارت اومد، انگار که یه کارت فیک داشته بوده. تیم سری دست 2 رو گرفت و رفتیم تو همون در رو قفل کردیم. خوشبختانه دست اون غریبه به ما نرسید. داد میزد که در رو باز کنید و هی دستگیره رو میکشید. من گفتم اونجا رو نگاه، موبایل داری. از شانسمون مامان تیم موبایلشو بهش داده بود که اگه خواستیم زنگ بزنیم. تیم گوشیشو در آورد و به باباش زنگ زد و همه چی رو سریع تعریف کرد. وقتی اومدم بالا اون غریبه هیچ جا نبود. اول فکر کردن داریم بهشون دروغ میگیم، تا اینکه مدیر هتل دوربینای هتل رو نشون داد. فهمیدیم که اون غریبه ما و چند تا بچه دیگر رو زیر نظر داشته. چند روز بعد پلیس بالاخره اون مرد رو دستگیر کرد. اون یه تجاوزگر سریالی بچه باز بود. ما فقط شانس آوردیم که سریع رفتیم تو حموم و نتونست ما رو بگیره. هیچ وقت اون شب رو فراموش نمی کنم، چون بدترین شب زندگی من بود.